طبیعتاً مزدور است. اینا به اصطلاح ارادهشان دست خودشان نیست، اختیارشان دست خودشان نیست. و 3 روز که امروز آخرین روزش بود مذاکره داشتن در استانبول به خاطر ادامه همون مذاکره صلحی که در دوحه در قطر برگزار شده بود. نتیجه امروز مذاکره اینها رو یکی از دوستان برای ما فرستاده که من این رو خدمت شما به طور مختصر بیان میکنم تا ببینید که این پاکستان و این حکومتی که در اونجا حاکم است تا چه اندازه مزدور است و تا چه اندازه در خدمت استعمار و در خدمت کفار قرار داره. میگن همه اون مسوده‌ای رو که در اونجا روش اتفاق شده بود در قطر طبیعتاً برای مناقشه در استانبول به اصطلاح به تعویق انداختن و در اینجا 2 هیئتی آمدن از هند، از پاکستان و از افغانستان، از امارات اسلامی در حضور هیئت‌هایی از ترکیه و قطر. این مذاکرات 3 روز به طول انجامید. اما نتیجه کسانی که در این جلسه بودن میگن که از لحظه شروع جلسه هیئت پاکستانی با بسیار یک اخلاق زشت، رفتار خیلی بد، کلمات زننده و تند برخورد میکرد. حتی گاهی اوقات میگه که کنترل اخلاقی و اعصابی خودشون رو هم از دست میدادن، گاهی اوقات با تمسخر، گاهی اوقات با توهین، با اهانت، حتی به کشورهای میزبان مانند قطر و ترکیه که حتی سبب نارضایتی کشور ترکیه و قطر شد. رئیس مذاکره کننده های پاکستانی یک شخصی بود میگن که خیلی بد اخلاق، خیلی تندخو و شما تصور بکنید بعد از اینکه اتفاق کردن روی یک سری درخواست هایی که اونها از افغانستان داشتن و یک سری درخواست هایی که افغانستان از اونها داشتن، بعد از اینکه قبل از اینکه موافقت نامه را امضا بکنن یک تماس تلفنی بهش میاد و بعد از اینکه مشاوره میکنه، حالا با کی مشاوره میکنه، میاد همه این چیزایی رو که روش اتفاق کرده بودن دوباره کنسل میکنه، دوباره اینها رو رد میکنه و قبول نمیکنه. و این نشون میده که اینها از بالا دستور میگیرن، از بادارانشون دستور میگیرن و اختیاری از خودشون ندارن. به طور مثال بعد از این تماس تلفنی میگه یکی از درخواست هایی که داشتن میدونی چی بوده؟ که هر کسی که در داخل خاک پاکستان عملیات بر علیه پاکستان انجام میده، دولت افغانستان موظف است که اونها رو استقبالشون بکنه در داخل خاک افغانستان و اونها رو تحویل بده به ما. شما رو به خدا در یک مذاکره رسمی بین 2 تا کشور، یک انسان عاقل، یک انسان عامی، یک سبزی فروش رو شما بیارید همچین یک شرطی رو میتونه بگذاره؟ که تو مخالفین مسلح من رو داخل کشور خودت طلب بکن، اونجا اونا رو دست و پاشون رو ببند به من بده، مگر اونا موشن، گربند. یعنی ببینید نمیخوان که صلح بشه، نمیخوان که اینجا به یک نتیجه برسه، نمیخوان که در افغانستان یک استقرار، یک آرامش، یک امنیتی، یک حکومت قوی در اونجا ایجاد بشه. یکی از حرفایی که امروز در جلسه زدن میدونی چی بوده؟ که هیئت پاکستانی گفته که هر عملیاتی که طالبان پاکستانی در داخل خاک پاکستان انجام بدن، ما با بمباردمان افغانستان انتقام میگیریم. یک انسان عاقل، یک انسان اصلا همچین شرطی رو میتونه بگذاره در مذاکره؟ بابا جان مثلا به این میمونه که من به همسایم بگم که اگر در خونه من هر اتفاقی افتاد من میزنم شیشه خونه تو رو میشکنم. یعنی چی؟ به هر صورت مذاکراتی که در ترکیه جریان داشت متاسفانه شکست خورد و به نتیجه نرسیدن. حتی درخواست دولت افغانستان، درخواست امارات اسلامی که اعضای داعش که در پاکستان مرکز دارن و در اونجا فعالیت میکنن اینها رو از اونجا اخراج بکنن یا دستگیرشون بکنن رو پاکستان رد کرده. الان شما خودتون متوجه بشید که این تکفیریای داعشی
که امروز در پاکستان پایگاه دارن و دولت پاکستان رد میکنه که اونها رو دستگیر بکنه و تحویل بده به افغانستان، شما بدونید که ریشه این گروه ها هم در کجا هست. به هر صورت این یکی از خبرهای ناخوشی بود که امروز این مذاکرات تقریبا میگن که به شکست مواجه شده به خاطر رفتار زشت هیئت پاکستانی. اما ما یقین داریم که ملتی که در افغانستان برای شوروی ها و برای آمریکایی ها و برای ناتو سرخم نکرده، برای پاکستانی ها هم سرخم نخواهند کرد که اینها که غلامان اونها هستند. و این یقین رو داشته باشید که در طول از سال 1947 که این حکومت تأسیس شده، این مزدوران استعمار در این کشورها حاکم شدن، در پاکستان، در هند، در بنگلادش، هیچ خدمتی به اسلام و مسلمان ها نکردن غیر از خیانت. ما در مورد حکومت ها، اما ملت ها، ملت پاکستان به همان اندازه‌ای که افغان ها مظلوم بودن، ملت پاکستان هم مظلوم بودن و جنایت هایی که حکومت پاکستان بر علیه مسلمان ها در داخل پاکستان کرده کمتر از جنایت هایی که بر علیه افغان ها کرده نیست.